السلام علیکم مهاجران عزیز محترم. قرب اسعار ملی را امروز حتما برای شما به اسگاب میزنم، چون که خوش خبر ما و شما را انتظار است. نفرانی که از روسیه با کارت‌های ملی جمهوری تاجیکستان پول روانه میکنن 123 سامانی شدگی. بعضی بانک‌های روسیه هست که با کارت‌های ملی جمهوری تاجیکستان تا 125 سامانه شدگی. اگه یک خوش خبر دیگه برای نفرانی که خنکی دارن، واسپالینی دارن، پرستاتیت دارن، با همسراشون خوب و خیزی کردن نمیتوانن، برای شما سه دارو را توصیه میتیم. من از صورتش ببینین: سکرت انرژی پهلوان و سپرایت زنزان. این داروها را هم روسیه هم تاجیکستان دستافکا داریم. داروی سرتیفیکات بوده، کچستوش گارانتیش خوبه. معلومات پورا و بیشتر برای زکاس کردن زنگ بزنین. اگر از نام کانال ما زنگ بزنین 3-4 نفر شده خریداری کنین، حتما با سکیدکا کرده می شود. قرب اسعار ملی بله دوستان عزیز باز با قلاهای بلند می رود. این اگه پایان می فروید، این اگه بالا می رود. اما شما نگران نباشین، من برای شما خوش خبر رساندن میگیرم. فکراتون در کامنتر بنویسونین، کامنترهای شما را میخونم، حتما به کامنتراتون جواب میدم. الله مهربان دعا میکنم که هر کجایی که باشین سربلند و خاناباد باشین، پاتون خار نزنه، محتاج کس و ناکستان نکنه. باقی در امان الله پاک. ویدیو اگر شما دا معقول باشه لایک بزن، کامنتر دا برویس، 10-12 نفر دا بچپ و راست ویدیو را پدیلیت سبک. باقی در امان الله پاک. ویدیوی نو باشه انتظاری بکشین.